واسه ماه رمضان پنجره رو تمیز میکنیم، جارو میکشیم، قرآن رو آماده میکنیم، صندلی‌ها رو آماده میکنیم. این موقع از سال میایم مسجد تمیز میکنیم برای اینکه هم دلهای خودمون جلو پیدا کنه، همین که مسجد تمیز کرده باشیم و مردم راضی باشن از تمیزی مسجد. از وقتی که یادم میاد من توی این مسجد حضور داشتم، مامان بزرگم منو اینجا می آوردن و اینکه توی قباروبی مسجد توی تمامی مراسمایی که اینجا برگزار میشد ما می اومدیم، مثلا برای ماه رمضان که می اومدیم مسجد قباروبی می‌کردیم. یادمه که 5-6 سالم بود، این خاطره تو ذهنم هست. می اومدیم اینجا رو تمیز می‌کردیم و پیشواز ماه رمضان می‌رفتیم و با افتخار هنوزم که هنوز توی این راه هستم و خب امیدوارم که خدا توی تمام مراحل زندگی کمکم کنه. نیت کردم برای قباروبی مسجد امسال کمک کنم و به نیت اینکه به خاطر شهدای جنگ 12 روزه و به خاطر رضایت پدر مادرم. ما نیت ما این بود که تو مسجد کار کنیم. ما مادرمون فوت کرده، به خاطر نیت کردیم بریم تو مسجد این کارا انجام بدیم. من امروز در مسجد حضور پیدا کردم به نیت ظهور امام زمان که مسجد رو برای ماه رمضان قباروبی کنیم. امسال هم سعادت شد که در مراسم قباروبی شرکت کنم. ما امسال اومدیم مسجد قباروبی کنیم به نیت شهدای همین جنگ 12 روزه. همونطور که داریم مسجد تمیز می‌کنیم، انگار داریم قلبای خودمون رو تمیز می‌کنیم. من از بچگی مسجد میام و هر سال همین موقع مسجد رو قباروبی می‌کنیم تا به ورود ماه رمضان نزدیک میشیم، تمیز می‌کنیم مسجد رو. به افراد زیاد بزرگسال‌ها برای تمیزکاری مسجد بیشتر اوقات میان، ولی ما کوچیک‌ها که نمیتونیم روزه بگیریم دوست داریم تو ماه مبارک رمضان بیایم و تمیزکاری کنیم تا سهمی در این موضوع داشته باشیم. من به خاطر این شهیدا اومدم اینجا خادم شدم. ماه رمضان مبارک.